دوستان عزیز، میخواهید که زبان روسی را خیلی زود آموزید. این طور باشد از اودیو کتاب ما استفاده برید و با کمک این کتاب زبان روسی را آموزید. کتاب ما از گراماتیک، словар، разговорник، دیالوگ ها با زبان تاجیکی و با زبان روسی عبارت است. کتاب برای همه تلفن می شود: اندروید، آیفون، پلانشت و حتی که در کامپیوتر نیز استفاده برده می توانید. اگر خواندن کتاب به شما معقول نباشد، اگر شما می توانید اودیوی او را گوش کرده این کتاب را پر آموزید. برای خریداری کردن این کتاب به همین نامری که در اکران معلوم است با طریق واتساپ، تلگرام، ایمو و وایبر مراجعت کنید. اگر معلومات به شما کم تری کند، سلکه که در اپیسانی آن همین ویدیو هست از همونجا شما درباره کتاب پر معلومات گرفته می توانید. ما انتظار درخواست های شما هست. السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما و به درس زبان روسی ما. امروز درس سیوم هست و در این درس ما رود یعنی رودها رو می آموزیم که اینها چی است عموما رود در زبان روسی و برای چی همه در رودها عذاب میکشند و مشکلی میکشند در استفاده بردن و برای چی آنها خطا میکنند. عموما همین درباره رود ما به شما در همین درس پورا معلومات داده میگذاریم. برای این در کانال ما ابونه نشده باشید حتما ابونه شوید و باز میگویم درس معقول شود فقط در آخر ویدیو میتوانید لایک مانید. خب تیار باشید با شما ما درس رو آغاز میکنیم. خب اکنون رود ایمیون سوشیستویتلنی درباره رود جنسیت ها گپ میزنیم. خب در زبان روسی سه رود هست. اینها мужской род, женский род و средний род. تکرار میکنم. در زبان روسی سه رود هست: мужской род, женский род, средний род. تمام اسم هایی که در زبان روسی وجود دارد به همین سه گروهی رودها تقسیم می شود. یکم گروه این رود موسکو رود هست که آن چیزهایی که آن اسم هایی که بسیارتر با مرد با جنس مرد داخل دارد داخل می شود. بعد دویم گروهی رود ژنسکی رود آن اسم هایی که بسیارتر با جنس زن داخل دارد داخل می شود. سредний род آن چیزهایی که از اینها مانده است، آن предмети هایی که جان ندارد با همین گروه داخل می شود. خب باز میبینیم چی خیل استفاده برده میشه با کدام حرف تمام شود. خب عموما من همین رودها در زبان روسی چی خیل آنها رو از یکدیگر جدا کردن ممکن است. حاضر همش رو گفته میگذاریم. мужской род با мой, он, женский род با моя, она, средний род با моё, оно. حاضر میفهمیم چی هست اینها. خب мужской род اول با حرف هایی که یا درست‌تر گویم اگر اسم هایی که با حرف یا و فقط با جنس مرد تعلق دارد تمام می شود با موسکو رو داخل می شود. فقط با جنس مرد. اسم هایی که با یا تمام می شود فقط با جنس مرد داخل دارد با گروهی موسکو رو داخل می شود. مثال اینها کمان، خیلی کمان: پاپا, дядя, юноша, дедушка. پاپا این پدر مرد است. دядя این تقو و امک، البته این هم مرد است. یونوشا بچه خورد، این هم یک پسر بچه است. ددوشکا این بابا، این هم کنشنا پدر کلان مردک است. خب دویمش رو میبینیم. اسم هایی که با حرف ی اکراتکی ی قوشدار میگویم و با میاکی знак گفتم بخشش میاکی знак تمام می شود با گروهی موسکوی رود داخل می شود. خب مثال بخشش край, герой, музей و بینه با میاکی знак با день, дождь, путь, пен, писатель, читатель آن همینو با گروهی موسکو رود داخل می شود. خب ژنسکی رود
حرف هایی که اسم هایی که با حرف ا و یا تمام می شود و با جنس مرد داخل ندارد تمام آنها با ژنسکی رود داخل می شود. تکرار می کنم. اسم هایی که با حرف ا یا تمام می شود و با جنس مرد داخل ندارد همه آنها با ژنسکی род داخل می شود. Например, вода, школа, сестра, мама, земля, деревня, семья, линия, история, тетя, сестра, گفتم خب مثل همین ها همش با ژنسکی رود داخل می شود. ترجمه اینها نوشتگی است، برای همین من نخوندم. فکر میکنم که شما فهمیدید. باز تکرار میکنم، اون اسم هایی که با ا یا تمام میشد و با جنس مرد داخل ندارد با ژنسکی رود داخل میشود. خب در بالا گفتم که اگر اسم هایی که با یک زنگ تمام میشد با موسکوی رود داخل میشود گفتیم. همش نه. اون اسم هایی که با زن یک زنگ ست یک زنگ اس یک زنگ و یک زنگ ب یک زنگ و پ یک زنگ با همین حرفا تمام شود با ژنسکی رود، دیگر تمام آنها با موسکوی رود داخل می شود. تکرار میکنم. زن یک زنگ است یک زنگ اس یک زنگ و یک زنگ ب یک زنگ و پ یک زنگ با همین حرفا تمام شود با ژنسکی رود داخل می شود. دیگر تمام حرفایی که با یک زنگ با دیگر حرفا تمام می شود با موسکوی رود داخل می شود. مثل من این چیزهایی که حاضر دیده استوید، اسمهایی که استپ، ژیزن، چست، любовь اینها با ژنسکی رود. مات، دوچ دیگرش باشد با موسکوی رود داخل می شود. خب سیوم رود ما این سردنی رود است. حرفایی که با او ی و یا تمام می شود. در اونجا در موسکوی رود یه اکرار که یه قشدار گفتیم. در زبان در سردن رود باشد او ی و یا. بینید آکنو نویسه شد آکنو پیسمو море, здание, поле, ружье. همینا با سردنی رود داخل می شود. تمامی حرف هایی که تمام اسم هایی که با حرف او تمام می شود او یا با سردنی رود داخل می شود. اکنو پیسمو موره زدن پول روژیا مثل همینا و دیگر اسم هایی که با حرف او یا تمام می شود باز تکرار می کنم با سردنی رود داخل می شود. و دوستان عزیز، در همین جا درس ما با آخر میرسد. اگر شما ویدیو رو یعنی درس رو کمتر نفهمیده باشید، البته سالک مشکل هست، من چقدر که توانستم همون قدر ساده‌تر کرده فهموندم. اگر شما نفهمیده باشید حتما ویدیو رو تکرارا ببینید و اون چیزی که میخواستید به خود تکرارا دیده به خود گیرید. و سوال باشد اگر در کامنتری نویسید، من خیلی خرسند میشوم کامنتری شما رو خونده که همین شخص ها سوال داشته است گفته و من با سوال های شما سریع جواب میدهم. درس ما در همین جا با آخر میرسد و درس چهارم ما نیز در نزدیک خدا خواهد میبراید. برای این لایک های خود را مانید و فکر های خود را در کامنتری نویسید. ما در روزهای خیلی نزدیک درس چهارم را میبریم و شما با کمک همین درس های ما زبان روسی را از نو میآموزید. خب دوستان عزیز، تا درس های دیگر در پناه خدا باشید. خیر. دوستان عزیز، میخواهید که زبان روسی را خیلی زود آموزید، این طور باشد از اودیو کتاب ما استفاده برید و با کمک این کتاب زبان روسی را آموزید. کتاب ما از گراماتیکا، словарь, разговорник, دیالوگ ها با زبان تاجیکی و با زبان روسی عبارت است. کتاب برای همه تلفن می شود: اندروید، آیفون،
планшет ва ҳатто ки дар компютер низ истифода бурда метавонед. Агар хондани китоб ба шумо маъқул набошад, агар шумо метавонед аудиои ӯро гӯш карда ин китобро пурра омӯзед. барои харидорӣ кардани ин китоб ба ҳамин номере ки дар экран маълум аст бо тариқи WhatsApp, Telegram, Imo, Viber муроҷиат кунед. агар маълумот ба шумо камтарӣ кунад, ссилкае ки дар описании ана ҳамин видео ҳаст, аз ҳамунҷо шумо дар бораи китоб пурра маълумот гирифта метавонед. мо интизори дархостҳои шумо ҳастем.